انشاءالله خوردنی ها تموم شد. بچه واحد پول ژاپن ینه دیگه، اینو که میدونید. 2 تا سکه مامانم برام آورده. یه سکه 100 ینیه، پشتش هم گل و بلبله، طرح گله. بچه ها هر 100 ین این 57,000 تومنه. واحد پول اینا هر عددی شد نصف میکنید، اون پول ما میشه. مثلا 100 ین میشه 50، ولی برای ما 1000 تومن میگیم دیگه. 50,000 تومن یعنی 100 ین. یه دونم 50 ینی برام آورده، ولی این سوراخ وسطش چرا؟ و اینم پشتش. این میشه 25,000 تومن. واحد پولیشون گرونتر از کره جنوبیه، یعنی برای ما گرونتر میشه. بچه قیمت نودل رو میدونم. این نودل 750 ینه، 350,000 تومن، همین حدوده. حالا دقیق نمیدونم. بریم سراغ لباسا یا بریم سراغ جینگل بینگلا؟ بریم سراغ جینگل بینگلا اول، لباسا آخر. لباس ژاپنی نه آخر باشه. این اولین چیزی بود که برام خرید. مشخصه چیه دیگه. چاپستیک از این قاشق چوبی ها که یکیشو برداشتم چون استفاده دارم میکنم. خیلی خوبه. قاشق چینی اصل خوشگلن. طرح کوه روش. قاشق چوبی میگن یا قاشق چینی؟ قاشق چوبی چینی، به هر حال از اینا. این اونی که کره که برام آورده بود مامانم، اون خیلی نازک و ظریف بود، ولی این قشنگ اصیله. بکنم اشراف زاده های ژاپنی از این گله اینجوری بزرگ استفاده کنن که من هنوز طرز استفادهشو بلد نیستم. ولی شما تصور کنید دیگه، تصور موامو گوجه کنم، اینم مثلا بزنم اینجاش. به هر حال موهام باشه، یه بار میبندم بهتون نشون میدم چه جوریه. جلبک بچه ها نایس. که علاقه ندارم فعلا بازش کنم. شمشیر سامورایی. برای من نیستین، برای هدیه و سوغاتی، ولی به هر حال شمشیر واقعی سامورایی. اگه به هم وصل نبودین الان غلاف خوب کشیده بودم. Today I'm gonna be showing you the cursed Hime technique, I carni de guerra. War! Haha! خیلی جنسش خفنه. چیزی هم نوشته روش؟ نه. چرا یه سری چیزا اینجا نوشته. گنگه. بکن کلیدتو به این آویزون کنیم. خودکار. این خودکارش خوشگل. آخه نگاه کنین گله‌شو پیش. من اصلا دارم نمیدونستم. آها قیمت اینو میدونم راستی. قیمت خودکار 500 ینه. این 500 ین خریده مامانم، میشه 250,000 تومان. فکر کن اینجوری با این بنویسی با این خانومه. این خودکارش. و از این جینگل بینگلا خیلی مامانم گرفته. این مگنته، از اینه که روی یخچال میزنن. خدایا خیلی ژاپنیا کیوتن. اینو من کش رفتم، در واقع مال من نبود ولی کش رفتم. این از این آویزاست. و یک چیز جالب در مورد این خانومه اینه که خانومه آینه داره. بله خیلی خوبه. مثلا کلیداتو یا به کیفت آویزون میکنی، هر وقت آینه بخوای سریع اینو کنار، آینه داره. آها بچه ها قیمت اینو، این هم خیلی گرونه. این 1000 ین قیمتش. 1000 ین خریده مامانم، میشه 500,000 تومان اینو. و اینم نمیدونم، فکر میکنم اینا هم به این چیزای چشم نظر اینا اعتقاد دارن، چون اینا مثلا داخلش از این چیزایی که چی میگن برکت میاره و شانس میاره و از این داستان هاست. این
حول جیبی خانومه خیلی طرح صورت ژاپنی چقدر بامزه. همه جا این طرح چهره و میکاپ و گیریمای خانومشون هست. باد بزن. آخه خیلی نازه. اینم باد بزنه. و میبینین چقدر خریدای ژاپن زیادتره. اینجا هم پره از این زینگیل وینگیلا برای سوغاتیه. بعد جالبه که توی اکسسوریاشون گربه و روباه خیلی نماد شانسه. یعنی مثلا اینجا این دوتا پیشی داره، این مثلا از این آویزای شانسه. بازم هست. زنگوله هم خیلی دارن تو جینگل بینگلاشون. خوکه آره عزیزم، فکر کنی خوک بندازیم به دست کلیدتون یا مثلا به اون جلوی ماشین. من فکر میکردم گربه چیزی باشه. اینم هست. این چیزه از این دوربیناست که داخلشو نگاه میکنید. نه میتونم تو دوربین خودمون نشونتون بدم، کاش میتونید ببینید. آره از این چیز میذاره رنگی داخلش. همشون هم از این صدای زنگوله دارن. خب بچه این کاسه از این کاسه‌ای هست تو سریال‌های ژاپنی کره‌ای با توش برنج میخورن، مخصوص برنج خوریشونه. خیلی بامزه است. حتما از این به بعد من حجم برنج زندگیمو کم میکنم به خاطر اینکه داخل این برنج بخورم. طرحشو ببینی؟ خرگوشه. و واو خیلی خوشگله. وای بچه این ناخونگیره قیمتش 650 ینه، یعنی 300 خورده هزار تومن به پول ما. از این کیفای حالا نمیدارم کیف پوله لوازم آرایشیه چی داخلش میذارم، ولی خوشگله پیسیه. این چقدر خریدای ژاپن زیادتره. یعنی هدیه های من این هنوز من استفادهش نکردم، زیاد نفهمیدم. این مثل اینکه این رشته گله رو داخل موها باید بذاری اینجوری. ببین از این سنجاقا داره، ولی توی عکس این موهاشو بافته، لای بافته موهاش گذاشته انگار. خوشگله. این بازش کنم. خب اینو میه لای مو. نه میشه لای موی بازم گذاشت، لزوما نباید لای موی بافته باشه. شکل خب خیلی خوشگله. وای خیلی خوشم اومد الان ازش. میدونین طرح چجوریه؟ موهاشو کج بافته. الان مشخصه لای اینا گذاشته، ولی خب یه طرفش میشه این. مثلا انگار من ببافم روش. وای خیلی از این خوشم اومد. همچین کشه سر پهنی من ندیده بودم تا حالا. خیلی بزرگه. با این حالا بازش نکردم. 590 ینه این. 590 حالا بگیریم 600 ینه میشه 300,000 تومن. خب با این فکر کنم تو قطب جنوب باید موها ببندم. حالا خوشگله. با موهای مشکی خیلی خوب میاد. اگه موها مثلا بلوند بود این انقدر به چشم نمی اومد. خب بذارید من اینا هم ترنسلیت زدم براتون. خوش کنید عکسشو. این گچ چسب مایعه برای مراقبت
خیلی جالبه که این برای وقتیه که میخواین دستتون زخمه یا خراش داره، میخواین بشورین یا آب به دستتون بزنین، ظرف بشین، هر کاری بکنید میسوزه. این چسبه رو قشنگ این لاکه، این لاک روی زخمتون میزنین، بعد دستتون تو آب میبرین، دیگه زخمه نمیسوزه. خیلی باحاله این. نه کنین برای اینکه بتونین تماس با آب داشته باشین، روی قسمت زخم میزنید. خیلی جالب بود اینم. امتحانش نکردم هنوز، ایشالا دستم زخم شده. چرا؟ سرمه خانوم زحمتشو کشیده. روی این میزنم، بعد با آب میشورم ببینم میسوزه پوستم یا نه. و از این ماسکای ژاپنی هم مامانم برام گرفته. اینو بازش میکنم استثناً. صورتی ماسکش. اینم فکر کنم یه گرون گرفته. چقدر بودین؟ 750 ین. این از این ماسکایی که ژاپنی‌ها تو خیابون میزنن کیوت میشن. چقدر نازکه. کجا رو میخواد بگیره؟ بوی خوبی هم میده. امیدوارم آرایشش روژی شد. کاش زمان کرونا اینا دستمون میرسید. الان به چه دردم میخوره. چند تا داره توش. ماسک دستور استفاده میخواد. خدا وکیلی. 1 2 3 4 5 6 7 تا داره. خیلی لطیف بود ماسکش. 2 تا آخرین چیزها مونده. یه دونش باشه من بی کلیدم انداختم. روباهه. من اول فکر میکردم گربه است ولی روباهه. این نماد شانسشونه. چقدرم نور بده. الان مشخصه روباهه. روبا روی خود این بستش یه چیزی قبلا ترنسلیت زده بودم، نوشته بود که برای شانس، همچین چیزی. یاد پشتش هم ژاپنی نوشته هم هست. اینه بچه، این یه سکه پشتش داره برای برکت و خوششانسیه. اینجا یه چیزی راجع به اینکه تو زندگیت باعث میشه شانس بیاره و برکت داره نوشته. خیلی جالبه. یادم نیست دقیقاً چی بود، قبلا ترجمه کرده بودم. این یه سکه شانسه. مثلا اینو حالا جای ماشینی نمیدونم به کیفت به وصلت آویزون میکنی. اینم عکس خانم است. بالاخره وسیله تموم شد. لباسا مونده. لباسا بچه 3 تاست. یه دامن ژاپنیه، بیارمتون بالا. لباسا 3 تاه پوشاک، یعنی یه دامن ژاپنیه که من از اون دامن کره بیشتر دوستش دارم، تو ولاگ قبلی بود. بعد بذار نشونتون بدم. یه دونه شال گردنه ببندم، این شکلیه. خیلی گرم و نازه. و حالا من یه روش جدید برای بستن این کشف کردم. اینو میندازم زیر، خیلی شیک‌تر میشه اینوری. اینو با همون کاپشن، میگم کاپشن، اون صورتیه میپوشم. خیلی با هم میان. اینجوری خیلی شیک‌تر نشد زیر انداختمش. آشون بذار اونم بپوشم. خیلی نرمم هست، نرمالوه. این بافتشو. ناخونم هم شکسته. این لباسه رو، اینو توی استوری اینستاگرام هم دیدیم، باش ویدیو گرفتم. خیلی خوشگله. الان دوباره براتون میپوشمش. اینو نگاه کنید. یه دونه از این پاپیونای زاپاس هم داشتش که این افتاد گم شد، داشته باشین. و خیلی هم پوشیده است. ببینید شما یه کاور اینجا شوناش داره که یه وقت بغلای بازوت این ترقوات نزنه بیرون. الان میپوشم. اینجاش خیلی باحاله، نگاه کنید. اینجاش قشنگ محافظت میکنه برای سرما. حالا نمیدونم سرما یا خیلی میپوشونه. بالاخره به نظر من قصدش سرماه.
چون جنس خودش از این بافتاست. این خیلی کیوته، یعنی فوق کیوته. من اینو با شلواری میپوشم خیلی قشنگتر میشه، ولی خب میتونم عقب‌تر با هر چیزی، حتی با دامنم خیلی خوشگل میشه. اینش یه مقدار خیلی خوشگله. آخرین چیز دامن است. از این دامن پلیسای چارخونه‌ای خیلی نازه و محافظت 100 شلوارک زیرش داره. کلا کره ژاپنی خیلی دامناشون هر چقدر کوتاه باشه زیرش محافظ داره. و بذاری من قیمت اینا رو بهتون بگم. قیمتش 4799 ینه، با تخفیف شده 2399 ین که میشه 1,200,000 تومان به پول ما تقریبا. الان میپوشم بهتون نشونش میدم. حالا با این لباس سفیده نه، با نیم تنه فکر کنم خیلی قشنگ‌تر بشه. بعد یه حالتی داره پشتش یه ذره بلندتر از جلوشه، یعنی این پلیساش از پایین‌تر شروع شده. خوشگله در کل. و اینم آخرین هدیه در کل. خب بچه‌ها امیدوارم لذت برده باشین. توی کامنت ها برام بنویسین که کدوم وسیله رو خیلی دوست داشتین، خوشتون اومد از بین هدیه ها، و سابسکرایبتون نره، این ویدیو رو هم لایک کنید. دوستتون دارم. تا ولاگی دیگر، خدا نگهدار.